چرا نسل جدید نماز نمیخواند؟ این سوال همینجا بگم قشنگه. این از بی‌حیاییش نیست، این از بیدینیش نیست. انقدر نگو بیدین. بعضی مامان بابام یه کارایی کردن، بذار بگم اینجا نگم کجا میخوام بگم، ناراحت میشن بشن. بچه نماز نمیخونه، یه روز نماز خونده، عوضی که بگه مؤمن من، خوشگل من، نورانی من، پسر قشنگم، دختر قشنگم، اینا رو بلد نیست که بخون دیگه. حالا همیشه میخونه، یه روز نخونده، کافر پاشا، کافر پاشا، زرتشتی. اونم میگه کافرم به تو هیچ ربطی نداره. ترس از مجازات یکی از اون عواملی که باعث شده بچه‌ای راهنمای دبیرستان نماز نخونه اینه. در منازلی که خوب گوش کنن، همه گوش کنن، در منازلی که تا 7 سالگی دین را با ترس به بچه القا کرده باشن، این بچه بی‌نماز خواهد شد. بهتون بگم چرا. بچه 2 سالشه با ظریف‌پوشی 104، یعنی همین نسل جدیدیا، مهر رو برداشته فرار میکنه، نمیدم بده مهر رو، نمیدم، بعد پرت میکنه، پرت کردی ان شاءالله میری جهنم، خاک سرش، قراره بره با این مهر جهنم، نعوذ بالله. بعد دروغ گفته، 4 سالشه، دروغ گفتی، دروغ دشمن خدا. خدا موجودی است که با بچه‌ها دشمن میشود. بعد میرم پارک، تاب عباسی خدا منو نندازی، تو که بالاخره میندازی بغل مامان بندازی. یعنی ما میگیم خدا نگه میداره، تو شعرامون میگیم خدا انسان‌ها رو متاسفانه منفی. مامانا بعضیشون میخواد مثلا تربیت کنه، بلدی تربیت کنه، خدا مایه میذاره. این کارو کردی خدا دوست نداره. کجا میندازتت؟ جهنم. دستات میسوزه، بچه می نگاه میکنه، موهات مار میشه، سوسمار میشی، اتو میکشن صاف میشی، پم میکنن خوش میشی. طرف میگه عجب دینی داریم ما، فقط توش کتککاریه. این اگه نماز خوند، چون ظریف‌پوشیش بالاست، قدرت تحلیلش بالاست، میگه این دین اینه، بمونه برای مامانم اینا.